سلام كمسك الختام. پدر جان، اهمیت غسل چیست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. پسر جانم، اهمیت های غسل بسیار هستند. اول اینکه غسل ما را روحاً پاک می کند. در حالت جنابت غسل نمودن حتمی بوده. در این حالت بجا آوردن بعضی از عبادت ها منع کرده می شود. بعد غسل ما از جنابت پاک شده آرامی روحی به دست می آریم. دوم این که غسل ما را لایق رضای الله تعالی می گرداند. غسل حکم الله تعالی است. ما این عمل را بجا آورده فرمایش الله تعالی را اجرا می کنیم و لایق راضیگی او می گردیم. بجا آوردن فرمان الله تعالی همیشه به روح و جان آرامش و آسایش می آورد. از این نقطه نظر غسل این پاکی و تازگی روح است. سیوم این که غسل بدن را پاکیزه نموده خوشحالی می بخشد. پوست بدن تن انسان را از تأثیر محیط اطراف محافظت نموده این چنین وظیفه خارج کنی را نیز اجرا می کند. از این سبب پوست دائم از چنگ و چرک افلاس می گردد. بدن در نوبت خود دائم به بیرون عرق و روغن را به واسطه غدودهای مخصوص خارج می کند که در نتیجه آن پوست چرکین شده سوراخی های عرق و چرب برار محکم می گردند. در این حالت باعث آسیب دیدن نفسکشی پوست می گردد. در وقت غسل کردن باشد مجراهای غدودها گشوده شده پوست تازه می شود و فعالیت آن خوب می گردد. بدن انسان سبکی حس می کند. شخص خوشحال می گردد. از این جهت غسل تازگی جسمانی بدن بوده فعالیت آن را خوب می گرداند. پسر جانم، چهارم غسل سلامتی جسمانی و روحی را نگاه می دارد. غسل که در نتیجه آن بدن با آب شسته می شود گردش خون را به می سازد. فعالیت سیستم عصب را به معیار موافق می گرداند. غسل پاکی جسمی و سالمی روحی ما را حفظ نموده بدن را سالم می گرداند. پسر جانم، اینها بودن یک چند از اهمیت های غسل. باز غسل اهمیت های بسیار دارد که خداوند بر آنها داناتر است. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا در رسانیدن امرهای پروردگار به بندگانش سببگار شوید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.